به جای عبدالرحیم رئیموف به مقام دادستانی ولایت ختلان عوض نظرزاده که تا کنون دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان بود تعیین شده است، در این باره یک منبع آزیا پلوس در دادستانی ولایت ختلان خبر داد. بنا به اطلاع او نظرزاده به حیث دادستان ولایت روز شنبه 27 ینور به کارمندان معرفی کرده شده است. در دادستانی ختلان تاکید کردند که بعد از کار راندن تمام رهبریت قبلی این نهاد، جمشید میرزا خانزاده اجرا کننده وظیفه دادستانی ولایت تعیین شده بود و این وظیفه را تا تعیین شدن عوض نظرزاده اجرا کرد. به این ترتیب میرزا خانزاده در کرسی دادستانی ولایت ختلان همگی 5 روز از 22 تا 27 ینور کار کرده و اکنون به دوشنبه به دادستانی کل برمیگردد. جمشید میرزا خانزاده در دادستانی کل سردار ریاست نظارت اجرای قانونها در مقامات مبارزه با فساد بود. قبلا گزارش شده بود که محمد رضا خلیفه زاده معاون دادستان ولایت ختلان تعیین شده است. او قبلا در دادستان کل در مقام سردار ریاست نظارت اجرای قانونگذاری در بخش‌های انداز، حمایه و دستگیری دولتی صاحبکاران و در گذشته یک زمان در مرکز مطبوعات دادستان کل کار میکرد. معلوم نیست که خلیفه زاده هم همراه میرزا خانزاده اکنون به دوشنبه برمیگردند و یا در مقام معاون دادستانی ولایت باقی مانده همراه نظرزاده کار خواهند کرد. عوض نظرزاده زاده اسفره بوده با مناسبت پرمسئولیت خود نسبت به کار نام برآورده است. او در گذشته دادستان شهرهای پنجکین و خوجند بود. جای کار آخرین نظرزاده کرسی دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان بود. او به این مقام بعد به جنایت‌های سنگین عیبدار شدن و به حبس افتادن دادستان قبلی تعیین شده بود. یادآور می‌شویم روز 19 ینور سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که رئیس شورای امنیت این کشور نیز هست، در جلسه شورای امنیت از سطح پست کسبی نهوده براره نسبت به اجرای وظیفه‌های خدمتی، راه دادن به حالت‌های کرپسیونی، زیاد شدن جنایت‌های دارای خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی، قاچاق مواد مخدر، دست زدن بعضی کارمندان مقامات حفظ حقوق به قاچاق مواد نشه‌آور به تندی انتقاد کرد و سپارش داد که تمام رهبران ساختارهای حفظ حقوق و نهادهای قدرتی ولایت ختلان و منطقه کولاب با شمول دادستانها با معاونانش، سرداران و معاونان سرداران میلیسیا، اگنتی مبارزه با کروپسیا، اگنتی مبارزه با مواد مخدر، گروه‌های فوری کمیته دولتی امنیت ملی را از منصب آزاد کنند. بعد برکناری رهبران نهادهای قدرتی، اینک هفته دوم است که به جای رفته ها نفران نو سر کار آمده ایستادند.